یه حقیقت عجیب توی بعضی رابطه ها هست که کمتر کسی بهش توجه میکنه. بعضی مردها برای زنها هیچ وقت تکراری نمیشن، نه چون خوشتیپن، نه چون پول دارن، نه چون خواستن، چون یک ویژگی پنهان دارن که مغز اون زن رو اتوماتیک رو خودشون قفل میکنن. امروز میخوام راجع به 3 نوع مرد حرف بزنم که اگر وارد زندگی یک زن بشن، حتی بعد از سالها هنوز همون هیجان روز اول رو برای اون خانم دارن و زن مثل لیلی دوستشون داره و دورشون میتابه، چون ارزشش رو دارن. و نکته ترسناکش میدونی چیه؟ اینه که خیلی از مردها فکر میکنن این ویژگی ها رو دارن ولی طرف مقابل قدرشون رو نمیدونه. اگر میخوای بدونی چرا بعضی از مردها بعد از یک مدتی برای زن عادی میشن ولی بعضیا هر روز محبوب تر میشن، چرا بعضی از رابطه ها هیچ وقت تکراری نمیشن اما بعضی مردها بارها و بارها وارد رابطه های مختلف میشن ولی شکست میخورن و هیچ دختری کنارشون دوام نمیاره، این ویدیو رو از دست نده، چون میخوام نکته های مهمی رو بگم. حالا بریم سر اصل مطلب. اولین چیزی که باید بدونی اینه که مردی که نمیخواد هیچ وقت تکراری بشه، خودش رو یک جا کامل برای یک خانوم رو نمیکنه. خیلی از مردها یا همون اول رابطه همه چیز رو میریزن روی دایره، ترساشون، خاطراتشون، مشکلاتشون با خانوادهشون، تو شغلشون، از کودکی تا الان هرچی هست رو همه رو یک جا برای فرد میگن، یا برعکس اینقدر دهنشون رو میبندند و تو دارن و پوسته سفت و سخت دارن که اصلا طرف سرد میشه و میره. اما اون مردی که هیچ وقت کهنه نمیشه، هر چند وقت یک بار یه تیکه جدید از خودش رو میکنه. این ماه یه چیزی رو میگه، ماه دیگه یه چیزی رو میگه، 3 هفته بعدش یه چیز جدید از خودش میگه و طرف مقابل هیچ وقت حس نمیکنه که خب من همه چیز رو در مورد این فرد دیگه میدونم، چون فهمیده همیشه یه چیز جدید داره که این فرد بخواد رو کنه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی یه لایک بکن تا بریم سراغ بقیه‌اش. دومین مورد یه کمی عجیبه. قابل پیش بینی، غیر قابل پیش بینی باش. این یعنی چی؟ یعنی وقتی قولی میدی پاش وایسا. وقتی اوضاع بده یا یه مشکلی برای اون دختر یا خانم پیش اومده، کنارش باشی یا حمایتش کنی. اون حمایتگری آرومش میکنه، تو آرومش کن و پرخاشگری نکن. اینجوری این خانم وقتی تو رو اینطور درک بکنه پس میدونه هر موقع مشکلی براش پیش اومد میتونه رو تو حساب کنه. اما غیر قابل پیش بینی یعنی چی؟ یعنی تو کارهای روزمره گاهی یک جوره عمل کن که اون فکرش رو نمی‌کرده. یه ایده جدید بیار، یه واکنش جدید نشون بده. نمیدونم سورپرایزش کن. خیلی‌ها فکر میکنن این دو موضوع اصلا با هم جور در نمیاد، ولی در میاد. و دقیقاً همینجاست که خیلی از آقایون بدون اینکه بفهمن همه چیز رو خراب میکنن. یه اشتباه هست که تقریبا همه مردا انجامش میدن و فکر میکنن دارن رابطه رو محکم‌تر میکنن، ولی دقیقاً برعکسش اتفاق میفته. الان میگم این اشتباهیه و اگر بفهمیش همین امروز میتونید جلوش رو بگیری اگر که داری انجامش میدی. اون اشتباه اینه. خیلی از مردها فکر میکنن وقتی دیگه رابطه جا افتاد دیگه لازم نیست از طرف بپرسن چی تو سرش داره میگذره. یه بار شناختمش دیگه کافیه. ولی آدما ثابت نمیمونن. زنت، پارتنرت، شریک عاطفیت امسال همون آدم پارسال نیست. 1 سال بزرگتر شده، 1 سال بیشتر تجربه پیدا کرده، یک سری چیزها براش عوض شده، معیاراش، دغدغه‌هاش تغییر کرده. و اگه این رو نبینی داری با یک آدم قدیمی حرف میزنی، نه با آدمی که الان جلوت ایستاده. بعضی از آقایون فکر میکنن تا اوکیو گرفتن، تا رابطه صمیمی شد، خرشون از پل گذشت، دیگه همه چی تمومه. و این بزرگترین اشتباهیه که میکنن. حالا میرسیم به شماره 3 که شاید مهمترین عامل باشه، چون این یکی اونقدر ساده که باورش اصلا سخته که چرا بعضی از آقایون اینو بلدش نیستن. یه چیزی رو بهت بگم که شاید تا حالا کسی بهت نگفته. این ویژگی هیچ ربطی به شخصیت نداره. درونگرا باشی، برونگرا باشی، پر حرف باشی، کم حرف باشی، خجالتی باشی، شلوغ باشی، همین الان میتونی شروعش کنی. فقط باید بدونی اون دقیقاً چیه. اون مورد اینه: باید نسبت به زنت کنجکاو بمونی. تعصب و غیرت بیجا و پرس و سوال نه. اول رابطه یه سوالایی ازش میپرسین، مثل اینکه غذای مورد علاقت چیه، آخر هفته ها چی کار میکنی، شغلت چیه.
از این دست سوالهای سختی که میخوای شروع آشنایی بشناسیش. ولی وقتی یک مدت از آشناییتون گذشت، سوالا باید عمیق‌تر بشه. الان با این تجربه‌ای که داری میخوای چی کار بکنی؟ الان تو کارت این مشکل برات پیش اومده، برنامه بعدی چیه؟ الان درگیری ذهنی برای فلان کار چیه؟ یک سری سوالای عمیق‌تر که از درون اون فرد باخبر بشی. و این فقط یک پیام برای اون فرد داره: تو برام مهمی. میدونم دیگه همون آدم روز اول نیستی. میخوام بیشتر بشناسمت. میخوام بدونم معیارها و دلایلت برای حل این مشکل چیه. هیچ کس از دیده شدن خسته نشده. اگر بارها و بارها یک زن رو ببینی، ازش تعریف بکنی، باز هم کمه. پس خلاصش تا اینجا چی شد؟ خودت رو یک باره رو نکن، باثبات باش ولی قابل حدس نباش، کنجکاو بمون، عمیق باش و همین سه تا فرق بین یک آدم توی یک سال فراموش میشه، ولی مردی بعضی 20 سال هنوز غافلگیر کننده است. اگه این ویدیو به کارت اومد سابسکرایب کن، چون هفته بعد بهت میگم که چطور این سه تا کار رو قدم به قدم پیش ببری و تو رابطت پیاده بکنی و نتیجهش رو ببینی. رابطه هاتون تو هم با آرامش، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.